والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، شیخ الاسلام رحمة الله علیه گفتند که و هو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. الله سبحانه و تعالی وقتی که خود را وصف میکند بین نفی و اثبات جمع کرد. یعنی الله تعالی وقتی که درباره وصف خود سخن میکند خود را چنین وصف کرده است: اثبات و نفی. بعضی صفاتها را به خودش اثبات میکند و بعضی صفاتها را از خودش نفی میکند. نفی یعنی انکار میکنه، این صفت در الله تعالی نیست میگوید و این صفت در الله تعالی هست میگوید. اثباتش همین است. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که برای اهل سنت و الجماعت جایز نیست که روی گردانند از آن چیزی که پیغمبرها آوردند. یعنی اهل سنت و الجماعت باید در منهج پیغمبرها باشند. یعنی منهج پیغمبرها در وصف کردن الله تعالی بین نفی و اثبات است. بعضی صفاتها را به الله تعالی اثبات میکردن، هر چیزی که الله تعالی به خود اثبات کرده است، و نفی میکردن از الله تعالی هر صفتی که الله تعالی نفی کرده است. نفی یعنی انکار. اهل سنت و الجماعت از منهج پیغمبرها روی نمیگردانند. فلا عدول روی گردانیدن میل نمیکنن به دیگر طرف. فإنه الصراط المستقیم. انا همین راه پیغمبرها راه صراط المستقیم است. صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. راهی که الله تعالی انعام کرده است. یعنی این راه الله تعالی انعام کرده است، تحفه کرده است به پیغمبرها، صدیقها، شهیدها، صالحین. یعنی هدایت از جانب الله تعالی تحفه است. هر یک آدمی که مؤمن است، مسلمان است، داند که این هدایت به مهنت و به جد و جهد به یگان مرتبه و نسب داده نمیشد. این همچون انعام است از جانب الله تعالی. صراط الذین، اینجا صراط آمد در سوره فاتحه، صراط آمده است برای آنکه اونجا نصب است. اهدنا الصراط المستقیم، ما را برای راست هدایت کن. اینجا صراطو هست، راهی که به آنها انعام کردی، به پیغمبرها. نبیین جمع کلمه نبی. نبی از کلمه نبع گرفته شده که یعنی آن شخصیتایی که خبری الله تعالی را به مردم میرسانند. و صدیقین آن شخصیت هایی که پیغمبرها را تصدیق کردند و در تصدیق کردن مبالغه کردند، یعنی به درجه عالی به سخنهای پیغمبرها باور کردند، مانند ابوبکر صدیق که هر گپی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند صدقت یا رسول الله، صدقت یا رسول الله، میگفتند راست گفتید یا رسول الله، راست گفتید یا رسول الله. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتشان یادآوری کردند و بالای منبر برآمده گفتند که برای من صاحبی مرا، دوستی مرا گذارید، یعنی هیچ کس ابوبکر را اذیت ندهد. اعرفوا لابی بکر حقه، حق ابوبکر را بدانید. وقتی که همه شما مرا دروغ گفتی میگفتید، ابوبکر مرا راست گفته میگفت. همه شما وقتی که روی گردان ابوبکر به من دخترش را آورده داد، با مالش به دین مقدس اسلام خدمت کرد، گفته جانبداری از حضرت ابوبکر کردند. صدیق ها یعنی جمع کلمه صدیق، آنه که در تصدیق مبالغه کرده است. و شهدا جمع کلمه شهید. شهید برای آن شهید نامیده شد که فرشته ها مرگ او را شاهد می شوند. و صالحین جمع کلمه صالح، شخصی پرهیزگار، صالح، آدمی که عملهای صالح اجرا میکند و از عملهای طالع، از عملهای گناه روی میگرداند. یعنی راه اهل سنت و الجماعت باید راه پیغمبرها و صدیقها و شهدا و صالحین باشد و الله سبحانه و تعالی را چخیلی پیغمبرها وصف کردند همین گونه وصف کنند. بعد الله تعالی رحمت و مغفرت کند
شیخ الاسلام رحمت الله علیه را گفتن که وقد دخل فی هذه الجمله ما وصف به نفسه فی سوره الاخلاص. با آن چیزی که الان در بالا گفته گذاشتیم، آن وصفی که الله سبحانه و تعالی خود را در سوره اخلاص وصف کرده است داخل می شود. الله تعالی چه خیلی که گفتیم خود را بین نفی و اثبات وصف میکند. بعضی صفات ها را به خودش اثبات میکند، بعضی صفات ها را از خودش نفی میکند. نه مانند اهل بدعت فقط الله تعالی را با نفی میشناساند. الله تعالی بیسواد نیست، الله تعالی خون ندارد، رگ ندارد، پوست ندارد، گوش ندارد. گفته الله تعالی را با صیغه نفی شناسایی میدهند. این نادرست است. الله تعالی اساساً یک کس را اگر تعریف کردنی شد با صیغه اثبات تعریف میکنه، نه با صیغه نفی. لیکن الله تعالی هم صیغه های اثبات را استفاده کرد، هم نفی را، و نفیش هم دلالت به کمال صفات هاش میکند. در سوره اخلاص الله تعالی خود را وصف کرد بین نفی و اثبات. بعضی آیات ها اثبات کرد صفات های کمال را، بعضی آیات ها صفات های نقص را از الله تعالی نفی کرد، انکار کرد. التي تعدل ثلث القرآن. سوره اخلاص که برابر 3/1 قرآن است. برای چی 3/1 قرآن؟ برای اینکه یک قسم قرآن توحید است، درباره یگانگی الله سبحانه و تعالی سخن میکنه، یک قسمش درباره احکام است، حکم ها را بیان میکند. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای آنهایی که ایمان آوردید به عقدها وفا کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، ای آنهایی که ایمان آوردید وقتی که به نماز میخیزید روی هاتون را بشویید. اینا احکام است. و اگر طلاق دادید به عده طلاق دهید، اینا احکام است. قسم سوم قصص است، قصه ها است. ما قصه ها رو بر شما نقل میکنیم تا اینکه شما از این قصه های پیش گذشته ها عبرت گیرید که در قرآن مثلا در 30 موضع قصه فرعون و موسی را نقل کرده است. و در سوره یوسف پر سوره یوسف قصه یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام را نقل کرده است. قصه ها در قرآن زیاد است. یعنی 3/1 قرآن قصه است، 3/1 قرآن احکام است. کنید نکنید، این کار برای شما حرام است، این کار برای شما حتمی است. کتب علیکم الصیام، برای شما روزه فرض گردانیده شد. همین گونه حلال و حرام و واجب و مکروه و حرام را یک قسم قرآن بیان میکنه و یک قسم قرآن توحید است. و سوره اخلاص برای اخلاص نامیده شده، خالص درباره الله سبحانه و تعالی سخن میکند. بنابراین سوره اخلاص نامیده شده است و برابر 3/1 قرآن است. حیث یقول، الله تعالی در این سوره میگوید که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من در اینجا شیخ الاسلام رحمت الله علیه نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتند و نه بسم الله الرحمن الرحیم گفتند. این دلالت میکند که در وقت دلیل آوردن گفتن اعوذ بالله و بسم الله واجب نیست. قل هو الله احد. الله تعالی گفت که ای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بگو، خطاب به پیغمبر است و به پیروان پیغمبر است. این دلالت میکند که قرآن سخن پیغمبر نیست صلی الله علیه وسلم. قرآن نوشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه الله تعالی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای پیغمبر بگو گفته ایستاده است. الله احد، الله تعالی یگانه است. الله، این اثبات اسم الله به الله تعالی. این آیه دلالت میکنه که یکی از نامهای الله تعالی الله است و یکی از نامهای الله تعالی احد است. احد معناش یگانه است، شریکی ندارد. در اینجا اثبات صفت یگانگی به الله تعالی است. الله صمد، الله تعالی صمد است. صمد به حاجت است. سیدی، بهترین سید است که به کسی حاجت ندارد. این صفت کمال است که به نه طعام میخورد، نه شراب مینوشد، نه به همسر محتاج است، نه به خانه محتاج است. به چیزی الله سبحانه و تعالی محتاج نیست. صمد اثبات صفت صمدیت به الله تعالی است. لم یلد نفی. اینجا بعد اینکه سه صفت و اسم را اثبات کرد، الان به نفی شروع کرد. لم یلد، الله تعالی تولد نکرد. عادتا اگر ما
شناسایی با انسان را کنیم، سالی فلان تولد شد میگیم، پدرش هم فلانی است، مادرش فلانی است میگیم. لیکن الله تعالی که به مخلوق ها مانند نیست، از تولد نکرد شروع کرد. نگفت که تولد نشده است، پدر و مادر ندارد، نگفت، گفت که تولد نکرد. از الله تعالی فرزند نآمده است. برای چی اول این را اثبات کرد؟ اولش این که الله تعالی با مخلوق ها مانند نیست که مانند مخلوق ها اول درباره پدر و مادر و نسبش گپ زد. دومش این که الله تعالی را تهمت کردند یهودا، نصارا، و قالت الیهود عزیر ابن الله. یهودا گفتند که عزیر پسر الله است. و قالت النصارى المسیح ابن الله. نصارا گفتند که مسیح حضرت عیسی پسر الله است. و عرب ها میگفتند که الملائکه بنات الله، فرشتگان دختران الله تعالی هست. میگفتند از همه بدش سخنی عربا است، برای آنکه الله تعالی میگه که برای خودشان دختر بد میدیدن و برای الله تعالی دختر اثبات میکردن، شر حکمی بد میکردن. بنابراین الله تعالی رد زد به سخنی باطل مشرکان. لم یلد، الله تعالی تولد نکرد. ولم یولد، تولدم نشد. نفی است، نفی تولد کردن و تولد شدن. ولم یکن له کفوا احد، و با الله تعالی یگان کس و یگان چیز برابر نیست. این نفی مجمل است. ولم یکن له کفوا احد، نفی مجمل. عموم کرده گفت که خلاصه کلام همین که به الله تعالی کسی و چیزی مانند نیست و برابر نیست. اما لم یلد، این نفی مفصل است. الله تعالی تولد نکرد، فرزند ندارد. ولم یولد، الله تعالی خودش تولد هم نشده است. ولم یکن له کفوا احد، و به الله تعالی کسی برابر نیست. این نفی مجمل است. خب در این آیت، در این سوره، الله سبحانه و تعالی به خود صفاتهای کمال را اثبات کرد و صفاتهای نقص و کمبودی که در حق الله تعالی تولد کردن این نقص است. اما در حق انسانیت این صفتی نقص است، تولد نکردن. کدام انسانی که فرزند نداشته باشه صفتی نقص است، فرزند ندارد، بیمار است. ولم یکن له کفوا احد، کسی به الله سبحانه و تعالی برابر نیست، صفتی کمال است. و ما وصف به نفسه فی اعظم آیه فی کتابه. این چون شما نظر کنید به آن وصفی که الله سبحانه و تعالی خود را در بزرگترین آیت کتابش وصف کرده است. در آیت کرسی، بزرگترین آیت در قرآن کریم آیت کرسی است. بزرگترین سوره سوره فاتحه است. بزرگترین درازترین آیت آیت یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه هست. یعنی هر یک آیت یا سوره فضیلت خاص خود را دارد. در اینجا بهترین آیت، نه بهترین سوره، بلکه بهترین آیت این آیت کرسی هست. حیث یقول، چون الله تعالی در این آیت میگوید که الله لا اله الا هو، الله تعالی یگانه هست، غیر او دیگر معبودی بر حق نیست. لا اله نفی عبودی الوهیتی حقیقی غیر الله تعالی. لا الا ساز و برگی امتان، نفی به اثبات مرگی امتان. یعنی بدون لا و الا نمی شود، باید هر دو صیغه را استفاده بود. لا اله، نیست معبودی بر حق، این نفی است. اثبات میکنید که الا الله، الله تعالی یگانه معبودی بر حق، الهی بر حق، پروردگاری حق، این الله تعالی است. یعنی این عبارت از نفی و اثبات است. بعد گفت که الحی القیوم، این اثبات است. حی، الله تعالی زنده هست، صفت کمال است و زندگیش هم صفت کمال دارد. زندگیش مانند ما نیست، مردن ندارد زندگی الله سبحانه و تعالی. زندگی او خواب رفتن ندارد، زندگی او حاجت ندارد. یک زنده هست که تمام صفتهای کمال دارا هست. آن صفتش الحی، الله تعالی زنده هست، نمی میرد و سابقه عدم هم نداشت. پیش از آن که الله سبحانه و تعالی
مثلا نبود بعد پیدا شد، نه، زنده بودنش هم ابتدا ندارد و انتها هم ندارد. این صفت کمال است. قیوم، الله تعالی قائم به نفس خود است. الله تعالی به کسی و چیزی احتیاج ندارد. زنده بودنی خودش هم از خودش وابسته است. یعنی او قائم به نفس خود است و به کسی و چیزی حاجت ندارد. ما قائم هستیم، الان بیدار هستیم، زنده هستیم، لیکن الله تعالی جان ما در دست الله تعالی است. یه لحظه میشد که در یه ثانیه جان ما رو میگیرد. یعنی ما به خدا ما قائم نیستیم. این صفت کمال است. اینجا اثبات کرد لا تأخذه سینة ولا نوم، نفی است. الله تعالی از خودش دو صفت را در این عباره، در این جزئی از آیت انکار کرد. گفت که لا تأخذه سینه، الله تعالی را غنب فرا نمیگیرد، ولا نوم، خواب فرا نمیگیرد. یعنی الله تعالی خود را از خواب و از غنب پاک کرد. این صفت ها را از خود نفی کرد، انکار کرد. سینتون یعنی غنب، خوابی چشم. نوم خواب قلب است. یعنی انسان نوم این برادری موت است، اما سینه این بیداری است، نزدیک به بیداری است. بنابراین طهارت هم نمیشکند در حالت غنب، مگر اگر انسان طهارتش شکند خودش میفهمد، اما در حالت خواب نمیفهمد. خلاصه الله تعالی را نه غنب فرا گیرد و نه خواب. اگر الله تعالی خواب رود این صفت نقص است در حق الله تعالی، لیکن در حق انسانیت اگر انسان خواب نکند این صفت نقص است. یا پیرمرد 85 ساله بود، شکایت میکرد برای من که مقصد 1 سال شده است که خواب نمیرم، نه شب نه روز، خوابش نمیبرد، خسته هست به درجه عالی، تمنا دارد که یک لحظه خوابش برد، لیکن خوابش نمیبرد. مقصد این صفت نقص است در انسانیت. چون که الله تعالی که وجعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را برای بدنهای شما راحت دادیم، همچون راحت انعام کردیم. اما الله تعالی اگر خواب رود زمین و زمان ویران می شود. دیگه کی مستحکم نگاه می دارد زمین رو؟ کی دعا را اجابت میکند؟ در نصف شب به سرتای مصیبت می آید، کی را دعا میکنید اگر الله تعالی خواب کند؟ الله تعالی پاک است از خواب کردن و پاک است از غنب. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اثبات است. از آن الله است آن چیزهایی که در آسمان ها هست و در زمین ها هست. آن چیزی که در آسمان ها هست و در زمین ها هست غیر الله تعالی کسی نمیدونه عددی آنها را و صفت آنها را و مقدار آنها را. همه این از آن الله هست. اثبات ملک آسمان و زمین به الله هست. ببینید وقتی که خود را وصف کرد، وصف اثبات و وصف نفی را در یک جا استفاده کرده است. من الذی یشفع عنده الا باذنه، کی در نزد الله تعالی شفاعت میکند؟ انکار است. انکار شفاعت در نزد الله تعالی، یعنی هیچ کسی حق شفاعت کردن کسی را در نزد الله تعالی ندارد. یعنی هیچ کس شفاعت از کلمه شفع جفت گرفته شده است. وقتی که بنده سوال میکند این پاک است. وقتی که یک بنده دیگر هم اومده به او پیوست شد و همون طلبی او را دو کسه شده اگر طلب کنند جفت میشه، شفاعت میشه، قبولش نزدیکتر است. خب کیست آن شخصی که در نزد الله تعالی کسی دیگر را شفاعت میکند؟ انکار است. الا باذنه، اثبات است، مگرم با اجازت الله تعالی. اگر الله تعالی راضی باشد از شخصی شفاعت کننده و از شخصی شفاعت شونده، اگر الله تعالی راضی شود بعد اجازت میدهد برای شفاعت کردن و شفاعت میکند. این اثبات شفاعت حق و انکار شفاعت باطل. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله تعالی میداند آن کارهایی که سپری شد در نزد بنده ها، گذشت، زمان گذشته را میداند، و ما خلفهم گذشته، ما بین ایدیهم آینده، آن کاری که به نزدیکی میشود، ثانیاً میشود، پگاه و فردا میشود، این الله تعالی میداند. اثبات صفت علم، اثبات صفت علم به الله تعالی که الله تعالی میداند آن کاری که شد و آن کاری که میشود. ولا یحیطون بشیء من علم، علم الله تعالی را مردم احاطه کرده نمیتواند. الله تعالی علم ما را احاطه کرده میتواند. استاد علم شاگردش را احاطه کرده میتواند. احاطه یعنی چی؟ هر چیزی که شاگرد میداند و استاد میداند، مثلا چون که خودش تعلیم داده است.
علمش را احاطه کردن، یعنی هر چیزی که شاگرد میداند اینه احاطه کردن ممکن، فلان چیز را میداند، فلان چیز را میداند، لیکن علم الله تعالی را هیچ کسی احاطه کرده نمیتواند، بلکه یک جزئی از علم الله تعالی ولا یحیطون بشیء من علم، یک چیزی از علم الله تعالی را مخلوقات احاطه کرده نمیتوانند الا بما شاء، مگر هر چیزی که الله تعالی خواست همون ما میدانیم از علم های الله سبحانه و تعالی. اینجا نفی و اثبات است. نفی کرد که ما با علم الله تعالی را یک قسم علمی او را احاطه کرده نمیتوانیم. نفی اثبات کرد که یک قسمش را اگر الله تعالی خواهد ما میفهمیم. اثبات صفت خواهش به الله تعالی اینچنین. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی الله سبحانه و تعالی از آسمان ها و زمین ها وسیع است. کرسی چی است؟ ابن عباس گفتند که کرسی موضع القدمین، موضع دو قدم، موضع دو قدم در زیر تحت کرسی میشه، در زیر تحت عرش کرسی میشه. کرسی موضع قدم یعنی زینه پایه، زینه ای که در زیر عرش میشه. از همه بزرگترین مخلوق الله سبحانه و تعالی از روی حجم این عرش است که تمام مخلوقات را احاطه کرده است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که 7 قبض آسمان، 7 قبض زمین، هفتم آسمان هفتم تمام 7 قبض آسمان و زمین را احاطه کرده است، تمام مخلوقات و موجودات را احاطه کرده است. در نزد کرسی مانند انگشترین در صحرا گفتند. فرقیت آسمان ها و زمین ها در پیشگاه کرسی و کرسی هم به زمین و آسمان ها پیوست شود، همش یک جای در نزد عرش مانند انگشترین در یک صحرا گفتند. یعنی هیچ چیزی نیست. عرش بسیار مخلوق بزرگ است. وسع کرسی السماوات والارض، وسیعی کرسی الله سبحانه و تعالی از آسمان ها و زمین ها وسیع است. اثبات کرسی که یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است و این چنین وصف الله سبحانه و تعالی در دوامش که ولا یؤوده حفظهما، با وجود اینکه کرسی و آسمان ها و زمین ها مخلوقات عظیم هستند، برداشت اینها به الله تعالی وزنینی نمی کند. ولا یؤوده لا یثقله، یعنی این وزنینی نمی کند حفظ آسمان ها و زمین ها. آسمان ها معلق است برادرها، زمین ها معلق است، الله تعالی نگاه می دارد آسمان ها و زمین ها را و برداشتن آسمان ها و زمین ها همه وقت به الله تعالی وزنینی نمی کند. این دلالت به قوت، کمال قوت الله سبحانه و تعالی می کند. و هو العلی العظیم، و الله تعالی علی هست، ذاتی که ذاتاً قهراً و قدراً عالی هست، همه جهت که علوی مطلق از آن الله تعالی. الله تعالی فقط از روی قدرت یا از روی مرتبه بلا عالی مرتبه نیست، هم قدراً هم ذاتاً هم قهراً عالی هست، از همه عالی است، از دشمناش عالی هست، العظیم بزرگ است. هم از روی حجم که مثلا آیا لفظ حجم، کلمه لفظ حجم اثباتش به الله تعالی آمدگی نیست. مقصد از این که الله سبحانه و تعالی عظیم است، هم از روی قدرن و هم از روی قهرن و هم از روی ذاتن الله تعالی بزرگ است. نه مانند عرش، مثلا عرش حجما بزرگ است لیکن قدرن بزرگ نیست. قدرن پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ است. بزرگترین مخلوق از روی قدر و قیمت در نزد الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. بزرگترین مخلوق از روی حجم عرش است، لیکن وقتی که عظیم میگوییم الله تعالی را، این عظیم مطلق است. الله تعالی همه جهت عظیم است، همه جهت بزرگ است. و در این آیات ها میبینیم که الله تعالی برای خود صفت عالیگی و صفت عظمت را اثبات کرد و بعض صفت ها را از خود انکار کرد. و همین گونه الله سبحانه و تعالی وقتی که خود را وصف میکند بین اثبات و نفی خود را وصف میکند. ولی هذا کان من قرأ هذه الآیه فی لیلة لم یزل علیه من الله حافظ. بنابراین کسی که این آیات را هر شب پیش از خواب خوانده خواب کند، همیشه از جانب الله تعالی برای او حافظی هست، حفظ و حمایت کننده است. ولا یقربه شیطان حتی یصبح، شیطان به او نزدیکی نمیکند تا وقت صبح.
و قوله سبحانه و توکل علی الحی الذی لا یموت و قول الله سبحانه و تعالی که الله تعالی که توکل کن به آن ذاتی که زنده است لا یموت نمیمیرد الحی زنده الذی لا یموت اثبات صفت زندگی حی لا یموت نفی صفت موت الله تعالی از خودش نفی کرد که الله تعالی نمیمیرد. در همین قدر کفایتی میکنیم. وقتی که به همین دو یکی آیت کرسی بود یکی سوره اخلاص بود اگر نظر کنید الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرد و بعضی صفاتهای کمال را به خودش اثبات کرد و بعضی صفاتهای نقص را از خودش نفی کرد. همین گونه در تمام قرآن الله سبحانه و تعالی وقتی که خود را وصف کردنی شود وصف او بین نفی و اثبات است و این چنین وصفش در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بین نفی و اثبات است. اهل سنت و الجماعت الله تعالی را همان گونه وصف میکنند چه خیلی که الله تعالی خود را وصف کرده است و همان گونه وصف میکنند که چه خیلی که پیامبرها الله تعالی را وصف کرده است. والله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.